های های. راستش بعد مدت ها دارم از خودم ویدیو میگیرم و خیلی استرس دارم اینجوریم که آره ولی خب به دستم که دارم بازی میکنم توجه نکنید. میخوام راجع به سال 1403 صحبت کنم که کلن چه سالی بود برام و اگه بخوام راستشو بگم سال خیلی مزخرفی بود و خوشحالم که داره تموم میشه، اما میشه گفت 2024 سالی بود که خیلی بد بود و از روزی که وارد سال 2025 شدم خیلی اتفاقات خوب برای من افتاده. ولی خب بذارین از اتفاقات خوبی که افتاده صحبت کنم، اینجوری بهتره از خوب به بد بریم. آره احساس میکنم هم اولی کار بد بگم یه جوریه. اول از همه این که زبان اشاره رو دارم یاد میگیرم. قبل از اینکه بخوام چیز دیگه بگم، نه خودم نه اعضای خانوادم نه دوستی دارم که کم شنوا یا ناشنوا باشه. فقط دوست داشتم و دارم یاد میگیرم. چون معمولا وقتی مثلا به یکی میگی اینجوری که چرا دوستت اینجوریه، مثلا خانوادت یا همچین ریاکشن من یکی دو بار که صحبت کردم راجبش گرفتم. من همینجوری هم که همون اولی کار بگم که ربطی به هیچ کدوم از اینا نداره و فقط خودم دوست داشتم یاد بگیرم. هنوز اونجوری نیستم که خیلی وارد باشم، تازه دارم یاد میگیرم. اوکی، سلام، خوبین؟ چطوری؟ من این باید دست بزنم، میترسم میکروفون چیز باشه. من این باید دست اینجور بکشی. من میخوام زبان اشاره رو یاد بگیرم، یا من از مشکلات عینکی بودن. من از آشنایی با شما خوشحالم. کلاً دارم یاد میگیرم. دیگه اتفاق خوب دومی که برام افتاده، واسه کارآموزیم دارم دوره مربیگری رو میگذرونم و این دوره اینجوریه که مدرک مربیگری نقاشی میگیرم و میتونم به بچه‌ها نقاشی یاد بدم. البته این که توی چه ردبندی سنی بهت شوق بدن همگی بستگی به تکنیک هایی که بلدی، به اون میزان مهارتی که خودت داری ربط داره. یه اتفاق خوب دیگه که افتاد این بود که دوستم از تهران اومد شیراز. کلی جاهای خوشگل رفتیم دیدیم، گشتیم، رفتیم سینما، هری پاتر رو دیدیم. خیلی خوش گذشت، خیلی 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 زیاد. توی این مدت خیلی فیلم و سریال دیدم. 90% جناییه. بعد احساس کنم الان میشنم اسمشون رو بگم و اینا خیلی خسته کننده میشه چون همش جناییه. و کتابی که هم خوندم، این کتاب آخریه که خوندم و دلم میخواد آتیشش بزنم. کتاب خیلی خوبیه ها، بهتون بگم. 50 صفحه آخرش جوری سرهم بندی میکنه که افتضاح ترین حالت ممکنه. من واقعا نمیدونم چرا همچین حرکتی زد نویسنده. و اینجوری هم که این کتاب خیلی شبیه رمان‌های آگاتا کریستیه، خیلی فلانه، اینجوری فلانه. و اینقدر این کتاب منو فشاری کرد که رفتم کل زندگی نامه آگاتا کریستی رو خوندم. اینجوری بودم که من یه ویدیو راجع به آگاتا کریستی باید بذارم تو ویدیوی بعدی که احتمال زیاد 1 ساعته میشه و نمیدونم چه غلطی کنم. اولین باره میخوام یه ویدیو طولانی بگیرم، میدونی همش جواب که اوکی من چه غلطی کنم. و 4 صفحه نوشتن شده. خب این خانم 86 سال عمر کرده و کلی اتفاقات عجیب غریب، خفن، کشورهای مختلف سفر کرده. ولی من نمیدونم چجوری توی یک اولین ویدیوی طولانی بتونم راجبش کامل صحبت کنم و از استرس همین الان دارم میمیرم. بعد اونجا که مثل مستند گونه با بشینم اینجور بشم که خب دوستان میخوام راجع به این موضوع باهاتون حرف بزنم، از همین الان استرس دارم. میدونی چی میگم؟ و خیلی کار سختیه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم جلوی دوربین گوشی خودم بخوام قرار بگیرم این همه استرس بکشم. همین الانم از میزان استرسی که دارم هی صدام میلرزه. نمیدونم یعنی میکروفون میگیره همش صدام در حال لرزش. و آره امیدوارم که سال جدیدی که میاد خیلی اتفاقات خوب و قشنگ بیفته برامون و اینکه خیلی شرایط بهتر بشه، حالمون بهتر بشه. از همه مهمتر بتونیم شاد باشیم. یه کوچولو هم شاد باشیم. آره همین. بای بای.